درآمد آواز افشاری، ردیف استاد عبدالله دوامی. آواز افشاری در این ردیف مشتمل بر 4 گوش است. طبقات افشاری رو ما میتونیم 3 طبقه اصلی درآمد، جامه دران و عراق در نظر بگیریم. قرایی در محدوده صوتی عراق قرار میگیره که تفاوت‌هایی هم البته داره. افشاری رو ما در مایه دو نوشتیم، یعنی شاهد نوت دو هست. به همین دلیل چون در افشاری دو نوت فا اهمیت بسزایی داره، کوک رو دو فا دو در نظر گرفتیم. در افشاری درجه بعد از شاهد همیشه متغیره. اگر ما بخوایم افشاری دو رو با دشتی ر مقایسه کنیم، در هر دو ر متغیر هستن، با این تفاوت که در دشتی حول محور ر بیشتر گردش میکنیم و شاهد ر هست، در افشاری دو شاهد ما هست. در حرکت‌های بالا رونده عمدتاً ر به کار استفاده میشه و در حرکت‌های پایین رونده عمدتاً ر کرون استفاده میشه. در اون منطقه ما هم دانگ دشتی داریم و هم دانگ شور. افشاری در بسیاری از جاها خیلی شبیه به دستگاه نوا میشه. خود واژه افشاری که منسوب به ایل افشار از طوایف ترک ایران هست و ما یک سلسله پادشاهی هم در ایران به نام افشاریان داریم، از متعلقات شور به حساب میاد، اما به عقیده وزیری به سگاه نزدیکتر از شور هست به واسطه حرکت‌ها و اهمیت نوت‌ها و نوت‌های متغیری که درش وجود داره. وزیری معتقده که خود افشاری باید یک دستگاه علاهده به حساب بیاد، نه اینکه جزء متعلقات شور یا اینکه جزئی از سگاه به حساب بیاد. اون میگه که افشاری شامل شکایت‌ها، غم‌ها و اندوه‌ها هست. درجه 4 شور، حالا اگر شور صلح رو در نظر بگیریم، درجه 4 شاهد افشاری هست، یعنی نوت دو. درجه دوم ایست موقته. درجه پنجم نوت متغیره مثل ر که ر کرون میشه گاهی، و ایست کامل ممکنه روی فا قرار بگیره، اما به عقیده روح الله خارقی بیشتر اوقات به تونیک شور فرود میاد، یعنی روی صلح ایست میکنه و فرود بر تونیک افشاری، یعنی نوت فا یک قرارداد معمول نیست. این رو خالقی میگه. اما از لحاظ زیبایی شناسی ایست روی نوت لا کرون یا نوت فا در افشاری بهتر صدا میده. گوشه‌های افشاری در اکثر ردیف‌ها شامل درآمد، کرشمه، جامه دران، بسته‌نگار، قرایی، مثنوی پیچ، نهیب، عراق، حصار، مسیحی، تخت آقدیس، صدری، قره‌باغی، آقا حسین قلی و شاه خطایی هست. قرایی هم که آغازش از درجه هفتم شور به عنوان شاهد هست، یعنی نوت فا، ایستش درجات پنجم شوره، یعنی نوت ر، که البته این حالت هم باز در ردیف‌های مختلف ممکنه متفاوت باشه و روی دو حس کنیم. توالی نوت‌های گام افشاری از نگاه وزیری و خالقی از فا اگر در نظر بگیریم، فا، سل، لا کرون، سی بمول دو، ر کرون، می بمول فا هست که البته این ر کرون متغیر هم هست و ر به کار هم میشه. افشاری دو که در این ردیف وجود داره افشاری راست کوک به حساب میاد. دانگ‌هایی که در این افشاری به کار رفتن، دانگ ر، می کرون، فا، سل دانگ شور هست، سل، لا کرون، سی بمول دو باز دانگ شور، دو، ر، می بمول فا همزمان دانگ دو، ر کرون، می بمول فا، یعنی هم دانگ دشتی و هم دانگ شور رو داریم و بعد دانگی به شکل دانگ اوج، ر، می کرون، فا، سل، این پایین تکرار میشه که با دانگ بالایی متفاوت هست از لحاظ ارزش. دانگ‌هایی که در درآمد به کار رفتن، دانگ سل، لا کرون، سی بمول دو، دانگ دو، ر، می بمول فا و همزمان دانگ دو، ر کرون، می بمول فا، دانگ شور خواهد بود. مایه نما سی بمول می بمول لا کرون، کوک تار دو فا دو، سیم اول برابر با سی انگلیسی در تیونر کوک شده، دو ر دو ر دو سی، سیل سی دور دور سی دور دور سی دور دور سی دو دو رم ر دو ر دو دو ر می رم ر دو ر دور دو سی سی دو.
سی دو می می ره ره دو ره دو دو سی دو سی سی دو سی دو دور دو سی می ره دو دو ره دو سی سی دو سی لا سی دو سی دو دو ره دو دو سی سی لا لا سی لا سی لا میر میره ره ره فا میر دو دو میره سی سی دو سی لا دو 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 ره دو سی دو ره دو سی دو ره میره دو دو ره دو سی دو 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 سی دو 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 سی دو ره میرم ره دو ره میرم ره دو ره میرم ره دو ره میر میف می میره ره دو دو سی سی دو ره دو دو سی دو ره دو ره دو سی دو سی 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 دو دو سی دو سی سی دو ره ره دو دو سی سی لا لا سی لا سی لا. ابتدا از نوت شاهد دو شروع میکنیم. دو روی ره ریز تنها میزنیم نه تکریز. ره دو ره کرون هست. ره بعدی تکریز اشاره به دو. دور دو ره دو راست چپ راست راست سی. یه خورده تحریر داریم. بعد تحریر چکاوک هست. سیل سی دور دور سی دور دور سی دور دور سی. انگشت اول میاد رو دو دور رم ره دوره تحریر عدل راست چپ راست چپ دور دور رم. بعد تحریر زیرو رو داریم. میرم ره دو به صورت تحریر عدل و نشیب خودش رو نشون میده. ره دور دو سی سی دو 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 سی سوم میاد پس روی دو دو سی دو سی لا سی دو سی لا راست چپ راست آخرش. انگشت اول میاد رو سی سی دو دور دو سی دو. اینجا تریل داریم به ره کرون. دور دو سی دو سیل سی لا. این روی لا کرون ایستمون رو انجام میدیم. لا کرون هم کمان داره. دوباره روی شاهد برمیگردیم. دو شعرمون شروع میشه. شعر از حافظ هست و وزن فعلاتون 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 فعلون بهر رمل مسمن مخبون محذوف. دور 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 دوس ره دو سی سی. انگشت اول میاد رو دو دور ره میرم ره دور دو سی سی دو. همینا ره کرون هستن. اینجا تحریر عدل به صورت تحریر نشیب داره خودش ظاهر میکنه. راست چپ راست چپ راست چپ راست ریز همشون هم اشاره دارن. در لخت بعدی ما به جامه دران سر میزنیم. بین می بمول و ره حرکت میکنیم. می می ره ره دو ره دو دو. انگشت اول میاد رو سی سی دو سی سی دو سی دور دور دو سی. پس ره اینجا به کار شد. دور دو سی میره دو دو ره دو سی سی راست چپ ریز ریز راست چپ ریز ریز دو سی لا سی دو سی دو دو. تحریر نشیب و فراز هست. لا به سی یک یک میاد. راست چپ راست چپ راست چپ راست راست دو هم اشاره داره. و تحریر عدل با حالت نشیب میاد. ره دور دو سی سی لا لا راست چپ راست چپ راست چپ راست سی لا سی که آخر سی به لا کرون اشاره میکنه. پس میبینیم ایستمون باز روی لا کرون شکل گرفت. در لخت بعدی باز مشابه لخت دوم جامه دران رو داریم. انگشت دوم میاد روی می میره فا می دو دو میره سی سی دو سی
کمان در رنگ عقب سی لا. باز ایست روی لا کرون رو میبینیم. دو 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 ره کرون شدن. دو سی دور. اینجا ره کنده ریز داریم. ره دور ریز اون میفته رو دو. ره دور سی دور. باز با حالت جامع دران ره دو فرود میان. دو ره دو سی. ره به کار بود پس این قسمت. دو 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 سی دو. خورده تحریر هست. راست شب راست راست. دو سی. روی سی کمان میدیم. بعد تحریرهای دشتی رو داریم. دو ره می رم ره دو ره می رم دو ره می ره دو. راست 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 شب راست شب راست راست شب راست شب راست راست شب راست شب. ره میف. اشاره به فا میدیم. بعد تحریر نشیب. میف میف رف رف دم دم سی سی دور. سی دور ره دور دو سی. تحریر عطل هست. راست شب راست شب. اشاره هم داره. دو ره دو راست راست شب رم ره دو سی لا. اشاره به لا کرون. دوباره روی دو برمیگردیم. دو. تحریر چکشی رو داریم یا تحریر راک. دو سی 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 دور دو سی دو. راست راست شب راست شب سی سی دو. تحریر اربع تاسین. از ره میگیم رم ره راست شب. اشاره هم داره. دور دور سی سی لا سی لا سی. و اشاره به لا کرون. دگر بستان را میرسد مژده دل بلبل خوش الحان را. ای سماع